پولم یک ماه میشه نمیاره. امرو با سوا میکنه سوا و پس سوا همین تا سر و کلا خودش تا میره. امرو پول ندی تو با خدا پول تیار میکن. آنه بیم آنه بسته که ماما نرو. چه کاره به اون؟ چه کاره؟ بگو ماما نرو. بله چه کاره اینو ایلا کنه. یک ما میشه آدم دکون متی نمیشیم. آدمی پس کجا میریم. ما آدم صبح منجی ششته یو. آدم صبح تا واسطه می ششته ای؟ بالیو با خاطر ازی که جلا شما بگشتندو تو امو پولکام هر رقم میشه بده. گیپک احوال که دلبند مر بندختونی ما با پیش رو میجون. ماما نرو کنجستانیه. امو کتاچه حساب شما پور شده. من امرو این تا چاله شما سر شما بزی کدوم هر رقم میشه پولا ما بده. گیپک ما کلاهبردار نیم پول ندارم که باتون بردم کاکا جو. پول بگیر می بیاد چشم یک دو. خوب شما کو کتاچه شما پور سیه. خوب یک کدگه نسیه میبوره یک کدگه نسیه مگر من بدی کن خلی امی تا برشینو تا یک چیزی بیایه. خب چه کار کنم؟ حال وقت کشتکار هم حال کشتکار رو بکشین گندم کشین گیو کشین که دستیه که پولا تو بردم. نیستش کتاچه شما پور شده. مثل شما دگم بقید بودو مگر بتا دی کن خلی بشینو مدرس رفدو. خب یعنی چه کار کنم؟ خویانی ندار ماما نرو پول با تو بگفتم گندم کش کردم جو کش کردم بخیر حاصلات که بردارم با تو پول میدم پیار خوب گندم پول از کجا بیارم حاله؟ ماما از اینا نیه یک گرده خب با چره بیایم از دکون من ببوریم با نقد میریم اپس کوچه ها ما شما میبینو. کاکا جو نقد نسیم هم از دکونتون عدک هیچ جا نمیبرم پیار خوب گردم را دو راهه یک دم از دو کوچه میرم یک دم از دو کوچه میرم خیال خدا رو بسر آخو میرم از در راه میرم. ماما نرو اشتا نقد خواه دکون ما میستونیم یک ما میشه شما با دکون خو نمیبینو. کاکا جو یک ماهش من سویدان نبردم از هیچ جا نبردم. آه یاره باشه پتی خواه دارو. هر کاری میشه مگر امرو نسیان بوده. چه کار کنم؟ نسیان بوده. کاکا جو من پول ندارم پیار خوبه کردم که من رامال ببری بندی هم بکنی پول ندارم. مگر مفهمید یا نفهمیدی؟ ما کار ندارم. برم بعد که میری برم بیرون. بیاره ما خودش ننه منم بیام دست رو نگفتی ننه مگه تمال وقت پول به زمستان روز. دمه که به شما میمون میایشته دیگه کلا میگیپا بعد برای روغن گوشت اینا ولی دم به تو میگو قصد بعد پرزونی میکنی. خب هرچی که مرغ بردم ننه میگفت مرغای که گیپک میشینه همه مرده. من اونا میکشم پلونده میکنم میدم به تو اونا مرده. خب دیگه مرغ یعنی نه یک صده. و یک صده کم آسته دیگه به هر دکون یک صده. گیپک من میرم خونه میرم که ما وقت ندارم پیار خوبه. چرا ماما ندو چی من خدا عزیز شما این؟ یا مثل تو کلاهبرداریه. نه من کلاهبردار بگه خود تو تناجا. بابا شما کلاهبردار هستی. شما واسه کوچه میدیستی. چه کار کنال با بالا افتادم یله نمیکنه تو من نه. کجا دیدی ماما نوروزه؟ آنه اینجا قایم بودم دیدم آنه ماما نوروز میایه.
بخنده خدا راستینیه دیگه شما با چاردوار دکون خوبه بیرو یک سقه که با شما نمیدو یک سقه چه؟ آه. من سقیچیم چی باستم بخنده من نه نمیش به وزی بر بیرن اگر نمیم ایز بدیدیم میگیستم شما نگیستیم رو من نه تو جنس داده برای چه خوب بگیر که آره گیر افاده پوش پرده خوب پیرو درسته و تمی کوچه خسکده بود خسکده؟ های که پتی آتاک کلی میره پتی نه دیدون می حالا کجا خوبه بگیره چرا؟ چرا چی داره با سر تو دارم گیپک خوب که سر تو بیاد بوجی شلغم نمیدیم اگه تو داری تو به ترکی سامن دیدی همه خیران هستو خب چرا غذا خونه میدی خب غذا خور میده نگه بابا میدی پیاتور نمیدی من پیش تو مامان اولوز تو میگی شما میگی مامان اولوز حالا اون ترگوش مامان اولوز دارم تا این بخشیش که تا کوچه کسی نبگی که اینجا سلت کنیم برای یک ما به شفاخونه پته باشیم بگیر چرا پولا خونه دی چرا مگه زنی نه امتی گوشت تلویزیون میبینی تو صدا کنه کشی بدی پولا خو کجا میبا جاینا میایم بابا برای اون بابا بستو عادی تو شو یا مولا بابا جان من میرم با خونه خو پولا خو بدی بارکا که ولد کار خورو ماما استاف نورو رابطه که برات پول آماده کی برات پول آمده مامان اولوز چی میگی مامان اولوز آنی ما آمدم برگم آمدم دل مر بسر کندی نیرو را پولا دی کل قرض بدی پول قرض بودم آه. حال ندارم از کجا بیارم الهی خدا شما در و در کنه گپ زدن خب پولا بردارا کلاوردارا ما که برو خونه رفته میاریم پول آسور دگه اشته میبری برای خدا که برفتی کو ما بتا دی کن ما یک روپی سمایی نمونده اما شما کلا بردارا بخوردی خود چرا عزیز شب کجا میایی گیپک جو ما پولاتور نمیخوریم باشه به دست ما پول بیای کی خوب به دست تو میایه باشه که به سر کار برو مال کو بیکارم من ببین از این کوچه به این کوچه میگردم خب ما چه کار کنم ما بتا دی کن ما دست نمدو خب ما چه کار کنم برو با کی قرض کنم به تو بیارم تو کله تا خراب است خیلی گپ بیاد چرا کلی نکنم پول ندادی برو از مامان امروز بعدی بستنی با من پولاتور بدم برو چرا من ما دی پول من پول بابا دی ما انا کو بیکار ما دی پول من پول من یا کو دست من مکه ما کو برو خونه برو برات کار کار بعد مامان امروز کاره. باشو بابا برات نورولا میدهی قرضا منو کلا برداری قرضا دیکن تو آه بیل راست دستی اپا چور کلا اصلا مایون داده چی میازمه پولخا چنده آه به نظر من که 30 روپیه از نمی بیشتر نمیگی چی روپیه 30 روپیه هر روز میایی اینرژی اینا میخوری 30 روپیه بیتاب میود یک فیکسی 30 روپیه پول از من یک روپیه دیگه بیشتر نمیگی یک آده پول کفتومو تو نشته ای نمیفهمی از کی پول میای تو آن 30 روپیه تو میدم بذار کتاب چی خواستم که اگه یک روپیه بود بسید 2 روپیه پول میدم من بگی ببینید تو کمیدی امریکا دگه سکو آف پیچه آراف من پیچه اخته این کبرادی رو تو میدم بفهم که با کی قصد میدی خدایی با خوب قصد سک رو قصد پشتا میدی کلاورداری میگه سک خدا خوب که تو برای دیدی نمو تو دیکون ما چکا داره برو دیگه نه که تو هم قصدارا میگردی دیگه عجل به خیلی خوشی شما کلاوردارای دوش بخوری خودت تو دیگه مرگ خیلی تو خواب با کتی گردی تکلاف توشه کنم یک کتوب دیوار لبانه بزنم عباس امان ما سنبران تو اصلا بالا کنم به تجیب بزنم که یک گفت کک خب کنم تو اگه به چی پیار خونی کمه دست بدونی گپ ما بته میزنی چی میایی بگو هرچی پیلاده کن ما قد بودی جوزی تحویل میکنی بده خوبه جوزی این دفعه تحویل کن 2 دفعه میشه چری کمیسی که باید بودونی کاکا به شما بیاییم هر کدوم شما با چاقله بیاییم به رای بخوری خدا خونی پولا خورم ندیم با پشت سر بندازیم کاکا ما که اونا را اگر نیافتیم بیافتی آریز نده بگذار که من گپ زنم بگو سیری به پول ماز برار تو که پکت ما بدازم برای دیگه چی ماید من عادی جو تو سیری بیقب داری نه دلکی به تو تاب چه بورک دلکی هواری هواری 7 یکم مدر تو بود همه دمر سد رو بدی
ما حساب شخصی خود سیری به غذا بودم بدادم حساب مدام مثلا سودا که بردم با خونه خبر ندارم باشه برم با خونه مدام خوب بپرسم غذا می آمد نبود نمیدم نمیدی؟ اگه ما تو پول چاپ نکردم امرو به چی پیار اگه حساب نداشتیم اگه تو پول تا چاپ نه اگه حساب نداشتیم صحیحه اگه حساب داشتیم چه که پول میدی یا نه نه که پول بکنی اقتصاد ضعیفه برات تو برات نورالله افتاده بی قربانو که کلاورداری برار به تحقیق لیمانه شما دی برار کدوم از دست برا پا برایا شما دی برار اصلا دیکونی ما چه کار من ازی به شما میگم چری؟ شما دیکون تیا کردین که با مردم به قرض بدین خیلی یعنی میگفت برو ما دیکون تیا نکردیم که به شما به قرض بدیم بدون همسایگریه گردو دیگه تنه 6 ماه این تکمی فهمی که آدم ها کلاوردار نمیداریم برو جو نورالله بجسته و در پیش گیپک ما بازم چیزی به قرض خوب بدارم چه که به تو چی میگو برو میگی فقط که مردم گپ میدن سر را که بخیلی چهارم میکنن مرکزی گپ داده نمیکنن بفهمم بگو نده به قرض من 10 دفعه بری و بگفتم و تا دیکن شما چی بمونده؟ داری به سر مایا نمونده برو که کلاورداری مثل تو که میآیم هم رنگ تو هم رنگ نیرولا نمی چی به قرض خونه باید کلاوردارم تو چی پولای که سودای که مدر تو برده چی؟ برو کاکا باید گپ بگی بیا پولا باید دیگه دون بسیله برو کتابچه نگاه که میدم برو خود تو اگه پول نده بیدیم و بیدیم که غلط جرد نمی برو خب ببینم برم کجا بدی؟ بله کجا بدی؟ ایتا میرم رو به سرا میگم این دیکونه چه کار میگی؟ کتابچه دیکون گیپک ناتو که پور کردی از شکم کو امرو رفتم نسیاتو خلاص کردم که خانمر گرفتم اگه تو نانه برای یک گوستی رو پیره میکنه حتما کیکسی انرژی بیسکوت هم به پهلو از نوشته گردنم بند باشه بیشتر نمیتونم بکوم آیا چیز ماید میگه برو بستو بیار اگروب مچم مرغ بستو مچم چی بستو به شکم بیچاره اینجا چی مایه کبر اینجا گیپک میگه به روز 10 دفعه گیلک برای سودا خونه بیایه به روز 10 دفعه به خود خم به می شکم خم یک چیزی مایه گیپک برته که کلاورداره به مدر خور راست میگه که به شما راست میگه همه نوشته به کتابچه دونه به دونه که چیزی که ببردی و بخوردی خب نانی من به اسم من نمیشته ما این نانی من بابرم اینجا نمیشته بگم از بعد اسم نانی من بلغیس نمیشته که به بردگی بلغیس آخی مرگا کاکایی که تو اگر روب بودی نوشته روب پوفک انرژی بیسکوت همه اسمای رو نوشته آخی نه کیکس و بیسکوت ما انرژی ماه چی میفهمم شاید مشون این تعمیر شد که هر چی ما کار کنم مگر غذا دور بدم بیازی ما اولده ما پیشه بجستم ما و مامان اولده به تک کوچه باق گیر که میگو پول بده بجسته دیکون میگه همه چور شد برات کار خوب ایلا 2300 لیتر به دو تحویل کردم خب یک کمه اگه 1000 لیتر بده کن بودم 13 ساعته که تو خوردی با سر گونی 3 نفری هم میاد نیه بابا اون چالا نمیشته میکنه اون کسبات نداره چالا نمیشته میکنه نمیکنم چالا نوشته تو چالا بدی شکم میکنی بفهم ایدی تو چالا نوشته نمیکنه شکم مسکین نمیفهمه آنه به زیر گفتم مثل کم گذر و تا کنه مثل کم مثل یک گل پیری بری بخونو شما هم که به سر خوری شیشتی بودی 3 نفری می به 1 نفر بخوری چرا گوشت لام تیار نکردین چرا چکار نکردین چرا شکم بخوره به زیر گفتم خوب گفتم هر دمی که گیلک برای سودا میاره 10 ریپی بالاتر به خودی و دیگه 11 ریپی دیدی مگه خودی بستونی من میرم از دیگه دکنه کلاور میدارم کلاور میداری؟ هم دکنه بی غله پیشون غله دینم ما به خدا دکنه دیگه کلاور داری میگن که تو به تا دکن بسته کنه همه ضربه زنن خوب قرضان 30 سیر به قران جختی برو همال که 30 سیر بی ریپیه برو این دفعه تو برو به شکم قرض بستو به چی میفهمه تاشون کارم بکنم زنم مایو میگم نمیری زنم ما تو شکم خور سیر کرده نمیتونی تو زن می زن خور سیر کرده نمیتونی خرج خو من نمیارزم با خدا به یک مرغ مرده نمیارزی تو به خرج خو میارزی تو رو مال به بالا 5 گوجه کامل عوض میکن